سلام، تو این بخش میخوایم به یکی از بیماری‌های فصلی که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم بپردازیم، یعنی آنفولانزا. آنفولانزا معمولا ناگهانی شروع میشه و علائمش خیلی شدیدتر از یه سرماخوردگی عادیه. این علائم اغلب 1 تا 4 روز بعد از تماس با ویروس ظاهر میشن. معمولا بالای 38 درجه تب ممکنه با لرز همراه باشه. سرفه خشک و شدید که میتونه به ذات و ریه منجر بشه اگه مراقب نباشیم. گلو درد و آبریزش بینی، دردهای عضلانی و مفصلی، احساس خستگی شدید و بدن درد، سردرد و خستگی، جوری که نمیتونید از جاتون بلند شین، علائم گوارشی به خصوص تو بچه‌ها ممکنه استفراغ یا اسهال هم اضافه بشه. اگه علائم شدید باشه مثل تنگی نفس یا درد قفسه سینه، حتما به پزشک مراجعه کنید چون میتونه عوارض جدی مثل پنومونی ایجاد کنه. یادتون باشه علائم تو افراد مسن یا کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن مثل دیابت یا آسم شدیدتره. اما چطور مطمئن شیم آنفولانزا گرفتیم؟ معاینه بالینی یه تست سریع آنفولانزاست که 1 تا 30 دقیقه طول میکشه، از طریق بینی یا گلو گرفته میشه و نوع ویروس که آیا A هست یا B معلوم میشه. دوم آزمایش‌های آزمایشگاهی هست مثل PCR. سوم مهمترین نکته تفاوتش با سرماخوردگی. آنفولانزا ناگهانی و شدیدتره، در حالی که سرماخوردگی آرومتر شروع میشه. معمولا آنفولانزا خودش تو 7 تا 10 روز خوب میشه. اما چه درمانهایی میتونیم انجام بدیم؟ یکی داروهای ضد ویروس هست که البته پزشک باید خودش تجویز بشه. دوم استامینوفن یا ایبوپروفن برای تب و درد، شربت‌های ضد سرفه و اسپری بینی برای احتقان. اما آنتیبیوتیک ها اصلا استفاده نمیشن چون آنفولانزا ویروسیه، مگر اینکه عفونت باکتریایی ثانویه پیش بیاد. تو موارد شدید هم به خصوص برای سالمندان بستری در بیمارستان توصیه میشه برای اکسیژن درمانی یا مایع درمانی. اما مراقبت‌های خانگی: استراحت مطلق، حتما تو خونه بمونید تا بدنتون با ویروس بجنگه. آب، چای گرم، سوپ و مایعات زیاد بنوشید تا بدن خشک نشه. غذاهای سبک مثل میوه ها، سوپ مرغ و سبزیجات. از غذاهای سنگین هم دوری کنید. از دستگاه بخور یا دوش آب گرم استفاده کنید تا گلوتون مرطوب بمونه. ماسک بزنید و از تماس با دیگران اجتناب کنید تا ویروس رو پخش نکنید. دستاتون هم مرتب بشورید. برای بچه ها هم حتما تبشون رو چک کنید. اگه زیر 3 ماه هست حتما به پزشک مراجعه کنید. بهترین دفاع حمله است، یعنی پیشگیری از آنفولانزا. واکسن سالانه، هر سال به خصوص ماهای مهر و آبان واکسن بزنید. دستاتون رو با صابون حداقل 20 ثانیه بشویید. از لمس صورت دوری کنید. از مکانهای شلوغ دوری کنید. ماسک بزنید. رژیم غذایی سالم، ورزش منظم، خواب کافی و کنترل استرس و مصرف ویتامین D و C هم کمک کننده است. دوستان، آنفولانزا جدیه اما قابل کنترله. با رعایت این موارد میتونیم فصل سرد رو بدون دردسر بگذرونید. سلامت باشید و مراقب خودتون باشید. اگه نیاز به اطلاعات بیشتری داری بگو تا بیشتر حرف بزنیم. فعلا تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.